سلام علیکم. یه دختر روسی مهمونمه امشب و فردا شب از سایت کاوچ سرفینگ. حالا نمیدونم میشناسید یا نه. الان اون رسیده خونه رفته بالا چون داداشم هماهنگ کردم ببرتش بالا. من هنوز نرسیدم، دارم میرم خونه ببینیم که مهمون روسیمون چجوریه. روسیمون داریم میریم بوتانیکال گاردن این هاش. یه عروس داماد هم داریم و یکیش باید بالا بمونه. بعد میره اونا برمیداره شما رو. اینجا باید بریم زانو بزنیم اینجوری. بعد چیکار کنیم؟ احترام بزنیم. من به خودم احترام نمیذارم. بعد میایم تو. احترام میذارم. This is the area. The next steel tower. Steel. Yes. جدی تازه بچه دارم نمیشن خیلی. اینا اماماشونن، 12 امامشونن، 24 تا. هر کدومشون محافظ چین، مثلا الهه نگهداری از کودکانه. این نگهداری از چیه؟ پول. اینا والله. این نگهداری از پیرمردان و پیرزنان و والدین رو بغل کردن، کاکول کردن. این نمیدونن. خلاصه تا اون ته اون پشتم که اونا. اینم که این. من هم بگم نگهداری از ماهی‌های صید شده در دریا. ماهی این. اینم که سطل هستشه، نمیدونم الهه چی. آره دستاتو بشور. این سرخسا همه جا تو هوا میروید. بعد خودش گلدون درست میکنه برای خودش. نگاه برای خودش گلدون درست کنه. نگاه اون بالا این پرنده ها میان از اینا میخورن. Hey guys, now we want to go to Damascus for takeaway. صاف نگاه